اگه یه دفعه یه اتهام سنگین به اسم کلاهبرداری افتاده وسط زندگی تو نمیدونی از کجا شروع کنی، خوب گوش کن. اول اینو روشن کنم، این ترسی که داری طبیعیه. وقتی آدم با واژه کلاهبرداری روبرو میشه، ذهنش میره سمت زندان و از دست دادن شغل و آبرو و خانواده و هزار تا چیز دیگه. ولی ترس بدترین مشاوره. کسی که از روی ترس تصمیم میگیره همیشه اشتباه میکنه. قبل از هر کاری یه نفس عمیق بکش. باید مرحله به مرحله از این وضعیت عبور کنی، به شرطی که راه درست رو بری. اگه گیج شدی، نمیدونی چی بگی و چی نگی، یا اصلا هنوز نمیدونی این اتهام چقدر واقعی یا ساختگیه، صبر کن. یک جمله اشتباه، یک توضیح عجولانه یا یک واکنش هیجانی میتونه همه چیز رو به ضررت تغییر بده. وحشت نکن. تصمیم درست از همینجا شروع میشه.